روزی حکیمی در بستر بیماری و مرگ خواست تا مریدان را نصیحتی کند و اندرزی را توشه راهشان سازد. گفت چند تکه چوب بیاورید. مریدان به خودشیرینی چند تنه کلفت درخت و الوار آوردندی. حکیم بیچاره نگاهی به چوب ها کرد و گفت نمی شود و مرد. مرده شده ببرن با این مثال زدنه. دوباره عظما رو بردی گذاشتی نوک آنته. همه فهمیدن که میخوای بگی کسی کشک بار نصیحت های ایشون نمیکنه. والا قصدی تو کار نیست های دکتر. نمیدونم چرا هر چی مثال بدبختی میزنم صاف میخوره تو مقام عظما. وضعیت آدامس موزی رو همیشه سر لوحه خودت قرار بده. 3 برابر خود موز بوی موز میده. خب تا یه کمی از دانش استراتژیکی منو تو حرفای خودت وارد کن دیگه. به روی چشم. یه مجری خوب باید همیشه 2 جای بدنش کبود باشه، یکی چشمش، یکی هم پشت دستش. اول برنامه هرچی مهمون گرامی برنامه گفت محکم بزن رو چشم، بگه رو چشمم جناب دکتر. آخر برنامه هم محکم بزنه رو دستش، بگه وای داد بیداد یادم رفت. اما تو یکی مواظب باش که اگه از این ادا اطفالا در بیاری یه چند جای دیگه هم کبود میشه. حالا برو سر سوالات ولی آروم. دنده 1 کلاج رو یواش یواش ول کن. آیه دکتر چرا مجددا حاجی روحانی دم در آورده؟ چرا دوباره این بحثای حق و ناس و اینا رو تکرار میکنه؟ تازه نمکم رو زخم مقام عظما میپاشه و از خود ایشون نقل قول میاره. هر مشنگی خب میفهمه که اوضاع خطریه و تیغ فتنه بالا سر عظما داره دامبولی دیمبول میکنه. خب همه دم در میارن ولی اونی که مشنگ تره شعورش نمیرسه که تیغ بالا سر خودش هم هست. آخرش میزنن این کشتی سوراخ رو غرق میکنن. یه نصیحتی بکنه ای دکتر این بیشوارا رو. من خیلی سربسته میگم اگه جناها بخوان نظام تو این وضعیت در و داغون نفله نشه باید سگ دعوا رو کامل بذارن کنار. ولی خب اگه میتونستن سگ دعوا رو بذارن کنار دیگه وضعیت در و داغون نبود. زبون درازی شیخ فرید جلو مقام عظما آخرش به جای ناجور میکشه های دکتر. تو یک سخنرانی 3 بار این کارو کرده. از همه مهمتر کنایه زده گفت بعضیا دنبال منقل هستن که قطعنامه ها رو بسوزونن. این داره به مقام عظما میزنه که گفته بود قطعنامه رو آتیش میزنه های دکتر. تو مثلا قرار بود سربسته بگی که بسیجی‌ها نریزن دیگه. ناکس مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که به مشنگه گفتن برو خبر مرگ حسن آقا رو به خونهشون بده ولی یه دفعه نگو که هول کنن، یواش یواش بگو. مشنگه رفت در زد گفت ببخشید منزل مرحوم حسن آقا اینجاست. روشن شد یا هم چه بزنم که مرحوم بشی. اما برگردیم صاف سر موضوع قبلی بحث خودمون. هر کسی اینو میفهمه که بحث منقل برای مقام عظما حیثیتیه، شوخی نداره. با هر چی میخوای شوخی بکنی بکن، به منقل ایشون کار نداشته باش. حالا ببین دیگه چجوری شده که حاجی روحانی برای دفاع از خودش باید به مقام عظما پشت پا بزنه و منقلش رو بریزه رو آتیش. آیه دکتر به نظرم باید مقام عظما بی خیال ظاهر امرشو با پشت دست محکم بزنه تو دهن این شیخ فرید. خب اینم یه راهیه ولی خب کسی تو نظام دیگه جون این کارا رو نداره. بهش میگن دکترین قاشوق. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن بچه جای سوختگی رو پاشو به مادرش نشون داد. گفت مامان این مال چیه؟ مادر گفت بچه که بودی چهارشنبه سوری رفته بودیم خونه با بزرگ تینا با لباسهای عیدت از رو آتیش پریدی. بچه گفت پس اونجا اینطوری شد؟ مادر گفت نه خیر وقتی برگشتیم خونه قاشوق داغ گذاشتم رو پات تا دیگه از این غلطا نکنی. پس چاره درد همینه که عظما یه قاشق داغ خرج شیخ فرید بکنه. نده دارم میگم نداره باز تو میگی قاشق بذاره. مدل قاشقی که زورش نمیرسه میخواد با قواعد بازی کار کنه متعینم آدمش نداره. حاجی رئیسی که خودش دنده عقب گرفت و جا زد چون میدونه که اگه اینجا ضایع بشه دیگه اون خیزی که واسه جانشینی خود عظما برداشته میخوره به سنگ. بقیه هم که خب فعلا توش مونده. یعنی تو همه اینا یه آدم پیدا نمیشه آقای دکتر؟ شرط آدم بودن رو نذار که اوضاع سخت‌تر میشه. همین که یکی غیر آدم هم پیدا بشه کلاتو بنداز آسمون هفتم. من یه بار نفرات جناح عظما رو نصیحت کردم. بهشون گفتم مهم نیست که کی باشین، کجا باشین، چرا باشین، چطور باشین. مهم اینه که با هم باشین.
که اونم نیستی، پس خاک دوست سرتون. آقای دکتر از تجارب قبلی نمیترسن دوباره همون بلا سرشون میاد آقای دکتر؟ از تجارب قبلی یاد گرفتن واقعا خودش شعور میخواد. مشنگه تعریف میکرد، میگم من خودم یه بار پوست موز انداختم تو خیابون، بعد یه آقای اومد ورش داشت انداخت تو سطل آشغال، خیلی شرمنده شدم. از اون به بعد همیشه اول نگاه میکنم کسی نباشه که بخواد شرمندم بکنه، بعد آشغالا رو میریزم تو خیابون. آقای دکتر روشن شد قبل از آقای دکتر یه جوری بذارم که بری سراغ در مورد بحث های دیگه مثل شرایط فضاحتبارمون توی منطقه که کریمی قدوسی گفته بود 7 جام زهر دیگه میخوان بریزن تو حلقمون، دیگه سوال نمیکنم، خودمون میدونیم وضع چطوریه. میخوای نپرسی نپرس، ولی دیگه افه دونستن واسه من نیا. ناکس مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن معلمه از شاگرد پررو پرسید تعریف جسم جامد چیه؟ شاگرد پرسید مگه خودتون نمیدونید؟ معلمه گفت چرا میدونم. شاگرد گفت خب پس چرا الکی وقت کلاس رو میگیری؟ آیا دکتر شما معلوم نیست داری به من میزنی یا به مقام عظما؟ این حرف مقام عظما دیگه چیزش نمونده بهش بزنم که این دفعه که منقل به باد دادی، مقام عظمای بی منقل دیگه زدن داره، خب باید به چه بزنم دیگه؟